افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. بیننده های ارجمند السلام علیکم. این برنامه نوبتی در صحبتی صاحب دلان است. در صحبت ما استادی گران قدر ما هنرمندی مردمی اتحاد شوروی راهبر بدهی انسامبل شش مقام خانان نوری خوجند استاد جوریبک مرادوف. استاد خوش آمدید میگم. من به سبب با بیت طالب عمولی این نکته رو این برنامه رو آغاز بخشیدم به خاطر آنه که واقعا هرگز آن زمینی که در بلندی جایگیر شده است به آن آب رفتنش دشوار، به خاطر آنه که شاعر تاکید میکند که انسان همیشه در خاکساری همواری در همیشه در شکست نفسی باید خود را قرار دهد تا تواند واقعا از این آب بقای زندگی برای خودش بهره ور باشد. استاد ارجمند، من میخواستم در این قسمت صحبت ما راستی من برای این نکته رو اشاره کردم چون که استاد واقعا یک نمادی بسیار بزرگ خاکساری هم هستند که همیشگی وقتی من گفتم استاد من میخواهم دعوتشون کنم، پیش از همه دوست و برادر عزیز ما پرویزبک مرادوف فرزند ارجمند استاد که واقعا تشکر میگم از آن که در همین تهیه همین صحبت و دوستی ارجمند ما کارگردان آواز مومن جان احمد جان و سپاس میگم که در تهیه همین کار خدمتگزار شدن. تشکر میگم که واقعا امروز استاد در صحبت ما قرار دارن. استاد عزیز، من میخواستم در مورد یک نکته پرسان شوم که من در چند صحبت ها در چند کنسرت های تو مشاهده کردم، حتی وقتی همون کنسرتی که در کاخ سغدیان برگزار شد و واقعا احساس کردم که مخلصان اشیده شما اونجا جمع آمده بودن که باور کنید هر یک نظرم و هر یک اشاره شما رو نیز برای خودشان یک مضمونی بزرگ برای خودشان قبول کردن. وقتی مخصوصا همون بیتی همون غزل مولانای بزرگ رو مولای بلخ رو که خواندید، امروز کسی محرم اسرار کسی نیست، ما تجربه کردیم کسی یاری کسی نیست، هر مرد شتردار اویسی قرنی نیست، هر شیشه گلرنگ عقیق یمنی نیست، هر سنگ و گله گوهری نایاب نگردد، هر احمد و محمود رسولی مدنی نیست، بر مرده دلان پند مده خیش میازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. در گویم در همین مورد من میخواستم نظر شما را در مورد اونه که اصلا هر یک اثر بی سبب ایجاد نمیشه. رباب دوتار تنبور امروز کسی محرمی اسرار کسی نیست، ما تجربه کردیم کسی یاری کسی نیست، هر مردی شتردار ویسی قرنی نیست، هر شیشه گل رنگ عقیقی یمنی نیست، هر مردی شتردار ویسی قرنی نیست، هر شیشه گل رنگ عقیقی یمنی نیست. هر سنگ گیل گوهری نایاب نگردد، هر احمد و محمود رسولی مدنی نیست، بر مرده دلان پند مده خیش میازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست، بر مرده دلان پند مده خیش میازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. با مردی
خدا پنجمه افکن چون امرود این جسمی خلیل است که آتش زدنی نیست خوشنود مشو دشمن اگر کرد محبت خندیدن جلاد شیرین سخنی نیست جایی که برادر به برادر نکند رحم بیگانه برای تو برادر شدنی نیست صد بار اگر دایه به طفلی تو دهد شیر صد بار اگر دایه به طفلی تو دهد شیر غافل مشوی دوست که مادر شدنی نیست غافل مشوی دوست که مادر شدنی نیست امروز کسی محرمی اسراری کسی نیست ما تجربه کردیم کسی یاری کسی نیست من سرود رو نیز اثر میگم استاد به خاطر اونه که هر یک رجوع شما به همین مسئله ها بی سبب نیست استاد بنابر همین سبب چی بود؟ لیلا جان السلام علیکم سپاس و درود و سرود و نوا به همه شما تشکر باز این برنامه دیگه مبارک دعوتتان خدا به شکر که ما شما با اولش خدا با خلق بزرگ روبرو گم بزنیم این بسیار وقتی کلام بسیار دشوار بسیار مرکب لیکن با همه اولش خدا خودش خلق مایه خدا کش فرزنداش تربیه میکند این ندار ما من همین سرودی یکم همین سرودان نبود هم از روی خاکساری نباشد وطن پدر مادر پسر نان همین سرودای ما اول هم ایجاد کردیم بله سرودای شش مخام گفتم که چه راکی بدخشان رباطی زرفشان فلک همینا بود اکشیر جوره رشبه و زفرک آبراونن آدنکا قتلان و عبدالله نظری اینجا معروف خوج بادروف استاد بای و من نیاز همینا بعد سرودای تاجیکی پیدا شد همین چیزا اثرهای همینا خواندگم بینید چقدر اثرهای بلند مثلا آهنگای استاد نیاز و شعرهایی که انتخاب میکنم بسیار بلند در دوره هم مولوی هم کینای اگه همین ارتورول دیده باشید من همونش دیدم همون وقت مولوی به حد ازشون آبرو اعتبارشون بلند میشد همین 4 بزرگای ها مغول ها میخواهد گرفتگی کشتن رو میبرن همین وقت همون ارتگرون مثلا میفهمد و آزاد میکنن همون وقت همین چه نوشتی امروز کسی محرمی اسرار نیست ما تجربه کردیم کسی یاری کسی نیست و همون وقت هم مولوی گفته که همین دور دیا دل پر سخن و زبان با گفتن شده لال هرچی گفتن نمیشدی همین اثر وقتی که من مولوی بسیار افسوس میخورم لام جان عزیز حالی تاجیکان و مولوی نشناخته است حالی همین جلالدین بلخیه همین تاجیکای خودمو و تاجیکی بزرگی رئیس نکرده است این قدر اثرهاش نمیدانند من آرزو میکردم از همین تمام تاجیکستان تاجیکای دنیا که مولوی خانیدان تکرار شدم 2014 2015 امریکا و بهترین اثری مثنوی مولوی تجربه شده ترجمه شده از همه فروش به زیاد رفته بله درست من یک برنامه شروع کردم درست می امریکایی ها میخواند و ما عیب نخوانیم برای از مولوی بسیار خواندم اولین شعری که مولوی خواندم ای آتش نشان محمد آسمی من به همین شعر دادن که جوره به جا همین خوان بعد وقتی خوندم جستجوی مولوی شدم عبدالنبی ستار لایق من همکاری میکردم که استاد رساده با خرمزاده هم خیلی همکاری میکردم اینجا هم آذرخش و فرزانه نورمحمد جاش جنت شد همینه که احمد جان رحمتزاد همه ما همکاری میکنیم خدا بشد مصلحت میکنم پیش یک برنامه هم نشان میدیم برنامه کم نشدی بعد
هم مولوی وقتی که رفته زیارت کردم من 3-4 جا به اعلام خودم رو گم کردم حالتی وای شد وقتی یک مکه بدرامدم مدینه برفتم به بیت المقدس بعد همین مولوی با خونیه همین نای می نوازد فکر میکنید که از همون بهشت نای آموز است اومده در از مولوی زیاد بعد ایجاد کردم هم دست بر سوراخ بری از زهری با خلق خودتان دیدید که خلق مثلا وطن ترس زاده زمین نون ریزه خلق چه خیلی خیلی میکنم من این زمین در فضا پرواز کردم گرچه یک کسمانه من گفتم سالجان شریف گفت وای باباش پدرش و استرافشنی تاجیکا مادرش اندیجانی ازبشگاه خداشو شهروند قرقیزستان ما دوست وقتی همین سرودی در فضا زمین هم باید برآورد گوش کرده مثلا دیدین این چیزا فرزندای تاجیک ببینید ما حال فرزندامو درست هم نمیشناختیم درست هم معرفی کرده نمیتونیم ما کم در هزارها سال که شخصی اول دیگه کسب بود دیگه نباشد دیوانه همه کار وزارت و همه کار تاجیک بکرد لیکن شخصی اول ما بیگانه پرست هم شدیم کمتر خدا با شکر که من دوره سویتی تاجیکستان من استقلالت ما پامتا ما راست کرد سال خدا خواهد همین میشد میخواند جوان حاضر من همین 3 چیز شوست از حاضر رحمت همین سپارش پریزیدنتی تاجیکستان قطی صنعتکارا کتابخانه شعرخانه من گریه کردم و جوانک ها شعرخانه بینید نواختن بینید من گفتم فکرم جوابم گفتم لاجا معجزه و من گفتم که جوانی صنعتکار آدمی وای بود ممکنه نمیدادن دختری تاجیک تنبور نواخته سرود خوانسته است دختری تاجیک قانون نواخته است دختری تاجیک چنگ نواخته است دوتار نای در این معجزه خدا باشد این دوامی اینقدر زیاده نی مثلا 10 سال استقلال جنگ من ناآرامی آدم شده باشد آبادی من 20 سال باشد من این عالی جناب کارش دوست دارم خدا خواهد همینکا همین شعر میخوانن کتاب خوانسان اینا باسواد میشن حافظای آینده نمیمونن که چیزی پس خوانن من ایمانم کامل همین چیز میشد بعد همین ها گذشته ها مثلا عالم ها هنرمندا اون فرزندای فرزانه که مهنت کردن خدمت کردن اونها قبول منن پیشبری میکنن میشد من ایمانم کامل این چیزا با برای من هر یک سرود وقتش بر نان وقتی که وقتی خروشوف بود نان وای شد که نان ریزه همون وقت برآمد خلق بینه چی قبول کرد بعد زمین وطن من وطن چوبه وطن رفتم کانادا به خیلی گفتم استاد ترزاده همونجا ایروپورت گفتم هم شعر نوشتم خون وقتی که هموطنا از نیویورک 1400 کیلومتر آمده ما 2 روز بود گوش کرده سرود میخونن گیرم کنن آهنگ همونجا بشه قدری وطن من خودم همونجا فهمیدم بعد وطن خواندیم همین سرودی رودکی ممکن نبود وقت شوری جوازم بود سرودی رودکی شد زد بر تئاتری کلام برشوی تر برامده خوندن جوانانی زد بعد قبول ناس قبول میشه هر یک سرود قبول میشه تاجیکای ازبکستان تاجیکای قرقیزستان افتخار میکردن این چیزا وقتی این چیزا ما یکی فرزند گفت ما قرضدار هستیم ما باید فرزندوار خدمت کنیم ملت کنیم برای همین از جوانکا خدا باشو کتابخانه آرزو حالی هم کم من حافظا با هم کسبان با التماس میکنم التجا میکنم هم فرمانم میتیم که چیزی پس نخواندم کتاب خواندم همه آهنگ حیف نشد آهنگ به چیزی پس نخواندم آهنگ ایجاد کردم آهنگ به چیزی بلندم ایجاد کردم آهنگی بلند شعری بلند آوازی بلند شود نورن الان نور بشه تشکر و چون در مورد کتاب رفت من میخواستم در مورد ارزش یک نکته رو پرسیده باشم امروز ارزش ها تغییر شده است متاسفانه در قسمت اول ما درباره جهانی شوی گلوبالیزاسیون گفتیم که گاه فرهنگ های بیگانه هجوم میکند ما در روند آموزش گوییم گاه در همین موج پرتقیان گوییم فرهنگ های بیگانه گم شدن ما هم ممکن است بنابر همین مشاهده میکنید که ما با ارزش های گوییم معنوی دیده به ارزش های مادی بیشتر توجه میکنید من شما اگه وقتم باشه موزه به
وقتا تا شاید بیاییتون و موزه جورابیک مرادم نه و موزه صنعت جهان صنعت تاجیکستان من تمام دنیا رفته باشم کتاب آوردگیم من خودتان دیدی با همین قدر کتاب دوشنبه خانم آباد خواست و خوشنبه کتاب هم یه وقتتون شد هم یه ورق میزید یه ورق خونیدم حلقه یک چیز میفهمید برای این جوانک ها تاجیکستان آینده دست شما با این وطن خار نکنید شما به تمام چیز مهیا کرده آوردن عقبه های من این عقبه میگیم حاضر تونیل شد عقبه عذابی که ما میکشیدیم جوانی با و منم چند راه ها اسفل همه چیز مهیا این وطن آسمان اختی آباد نکردن همین عقبه های شهرستان انزاب پامیر دستی چاک و بیل قدی بابا ها و پدر ها ساختن برای آینده برای ما ساخت سادیم همه جا حاضر خوشرو آباد دوشنبه همه جا آباد شد ناحیه ها شما همه شرایط مهیا جوانک ها این وطن خار نکنید این چیز احتیاط کنید آن گوهری که چشم با شما فرزند نبیرات هم آبادتر کرده با سپاریدان این به چی میشه کتاب عقل فراست نجدر کنید سوادشو نجدر کنید خدا خواهد آرزو میکردم که همه شما عالی جناب خانه ها عالی جناب ماشین عالی جناب زندگی نصیبتان گردد برای این کتاب خوانده با سواد شده مهنت کردن تشکر یک شاعر هست با نام محمد تقی بهار ملک الشعرا میگه که شعر دانی چیست مروارید از دریای عقل هست شاعر اون کسی که این طرفه مروارید سوز اگر همین تصنیفی و همین توصیف را در مورد سرود میگفتیم وقتی آمده دید افتاد باران گفتید که کی سرود باران میشود من گفتم نوری دیده نسی من میخواستم همین توصیفی سرود رو اگر موقع که شعر این مروارید از دریای عقل بگیم سرود رو چگونه توصیف میکنید دوستان سرود گفتم که یک شعر مثلا شعرها کتابها بزرگ دارد ملت ما کتابها شعر اگر یک شعر مثلا همین انجام من شما میخوانیم بیلیوتک منو یک شاعری میبره 100 کس 1000 کس 1000 کس یکی همون شعر آهنگ قدی عالی جناب آهنگ خانه 1 میلیون یک مابند یک میلیون گوش میکنه مثلا همین شعر خانه مثلا میکس که میرید امریکا میرید ژاپن نمیفهمد که شعر آهنگ قدی میدارم برای همین من تکرار شدم میگم مادر دوستی ندارد یک شعر یک آهنگ اینا باید جدا نکنیم هر دوش باید همه وقت همراه باشد برای همین ما باید همکاری کنیم شاعرها آهنگی نش شاعرها همکاری کنه ما در کار حتما مصلحت کنه ما در کار که یک چیز ماندگار شود یک چیز مهنت کردیم همون یک چیز ماند یک کمک عمری دراز بیند همیشه چه مثلا سرودهای عالی جناب شش مقام من شش مقام منم کتاب اون کتاب 15 سالگی برآوردیم نامش نوری تاجیکان این کتاب را میدونه این گپ شعار جوری بگم مراده شش مقام تاج تاجیکان من 3-4 تا شعار دارم با خدا با خلق با خود من این شش مقام تاج تاجیکان بدبختی همگی بی هنر هنرمند به بها میدهد با بعضی چیزها راسته من همین چیزای همین موضوع معلش الهام جان گویم حاضر من همین چیزا شد مسابقه شهری ناحیه شهر ولایت بعد جمهوری آزمون فلوغی سوپی دانایی بله 500 کس اشتراک کنه 300 کس و 300 کس یک دوی سه اینجا نمیشد که خودش اشتراک کردن علاکش مکافات من هم تو میفهمم ما هم تو بودیم یک کنسرت همین 20 سال پیش بار بعد کنسرت رفته برآمد کردم در کار دو روز مشق کردیم هم کنسرت ساعتی 5 سر 6 سر 5 برفتم که گفتن که شما نامرتون نمیشه چرا نمیدونم و یا گفتن راهبرا گفتن نمیبرید من سر برام تعظیم کردم رفتم خفه میشه این 2-3 بار هم شدگی این برعکس آدم مجبور میکنه که کار کنی همین بعضیا خفه میشن رفته مکافات نمیشد یک اونجا همین بعضی هاشون همین صنعت بهرش برآمده میبره صد افسوس این چیزا برعکس شما خرسند شد اشتراک کردن دلات خنک نکنید برعکس مهنت کنید این سال رفته خایل کنید این سالش با این سال رفته خایل کنید بعد پخته میشتن این خیلی چیز در نفس تیز کردن نپرتیدن شما باید که همین راه بر رفتید تا آخر رفتن در کار این موضوع ما نبود خلق است آفرین برای همین فقط با سوادی
با سواد یپونی من 2 بار بودم. این مردم ما وقتی که یپونی به یک کور رفتیم اونجا گپ بسیار وقتا بود تنگ. ما 9 نفر رفتیم اول. هم 9 نفر برنامه ها همش ما شما بعد یکم باید برنامه زیادتر بکنیم. من همیشه میگم سویتافور از خلق بعضی پیاده تماشا بریم دیگه بریم همین سویتافور حالش 82 سال برادر جان هم بریم سویتافور موسیقی میشد 45 ثانیه یکون کس نمیگذارد نباشد یکون کس نیست سویتافور سر یعنی ما بعضو گذاشتم میگیم که یکون کس نمیگذارد سبز میشد موسیقی میشد همه میگذارد یک بار 2 بار بعد همون راه بلدای گفتیم او چی با کورها هستم میگم هم بدنم وجهست و گیری هم آمده همین موسیقی میشد بیمالون میگذارد 82 عزیزم دانا رو یک اشاره عزیزم همین جوانا کتاب خوانند همین چیزا اختراع کنند تاجیکا چه ژاپن اختراع میکنند خطای میکنند تاجیک چه همین قد بزرگا داریم همین قد پیغمبرا داریم و چرا مولانا میگه استاد در اولی مثنوی نه نامش میگه هر کسی که دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگاری وصل خویش حتما به اون روز میرسیم خدا خواهد مولوی به حد بزرگ همه شو بزرگ مولوی چی هم همش همین رودکی هم در فکر من تورات انجیل زبور قرآن اویستا همش همین آب کرده خورده تاجیکی ساده کرده دادگی همین کتاب های سوزانده گیده خیالم لیکن ایمانم کامل که یک روز نه یک روز میبراد خدا خواهد استاد تشکر یک نکته رو در حاصلی صحبت ما اشما کنم یک برنامه قاعده داره در انجام انا همون نفر همصحبت من صاحبی که با خود کولواری بوی زندگی دارد و در آسیاب زندگی میسرش را سفید کرده است. من میخوام برای آنهایی که نسل جوانی که این لحظه ما شما را تماشا کردید 3 مصلحت مفید خودتون رو ارزانی داشته باشید استاد. نمک در کام ها شیرین تر از شهد و شکر گردد جگرها خون شود تا یک پسر مثلی پدر گردد جان پسر نخلی جوانی باش زیبی بوستان میوه های شکرینده از تو امیدم کلان رسم قدری نورسی تا بر کمالاتت رسی دانکی دوری نورسی توز دوری امتحان ای صاحبی علمی پدر از دست آید نیکی کن صاحب دلی صاحب نظر از دست آید نیکی کن تجربی 60 سالگیم خدا خواهد 79 80 اگر خدا نصیب کنم شب میرم من یک چیز فهمیدم که هیچ نفهمیدم لیکن مقدس چیزا اول خدا دیگه هیچ کس سجده فقط خدا با دیگه ما بنده همه خاکی هستیم احترام پدر مادر استاد همین بزرگایا احتیاط کنه مادر کن حرمت کنه مادر کن خدا خواهد مقصد به میرسیم همین چیزای مقدسه عزیزم این چیزا شوقی استاد احترام کنه در کن من مثلا از یک دوستم هم همین که فهمیدم من خودم هم فکرم همین که ما همه فرزندا مثلا خودم میگم من از نام دیگه کس خودش ما قرضدار پدر مادر به قرضدار جان خدا دیگه باید مهنت کنیم این زمین بیشش با آورده است بیشش به انسانوار زندگی کنیم در این دنیا اگر چیزی نبودی به آن دنیا کرایی رفتند نیست یا که همون شیار ما هیچ زمانه هیچ دنیا همه هیچ ای هیچ زی بحری هیچ بر هیچ مپیچ دانی که زی آدمی چی میماند و از مهر است و محبت است و واقع همه هیچ آدم پرسه میره لیکن آباد کنیم همین یک چیز مانیم فرزنده ما از ما پدر و مادرش افتخار کنه شرم ندارد و هم فرزندانش از پدر و مادرش شرم ندارد برای این چیکار کردن با سوال شدن در کار مهنت کردن در استاد ارجمند
همیشه باشید. گپم بسیار اکنون گپ سر شده بازم تمام میکنید آدم سیدا میگوید که شکفتن رفته است ای سیدا عمری است از یادم سخن بسیار دارم در دل چون غنچه خاموشم. خاموشم. آفرین، زنده باشید. تشکر. من به استاد ارجمند به هر حال شعار هر دم آدم با آدم زنده است میگفت ما در هر زمان ما زنده باشیم با شما ای آدمان ای مخلصان. تشکر استاد ارجمند برای اشتراک، برای آنکه واقعا وقتی قیمت خود را دریغ می‌باشته اینقدر یک فرصت یافتن گفتن که من برای همین صحبت آنها میآیم. یک جهان تشکر. بحثی گویم نور عزیزم نوری دیده با نبوره نه هم میگوین که گپ من از موسازادم پرسیدم نیستم. من بسیار دامله های با ثبات خیلی شتوخیز دوست میدارم. هم میگن که شیری خام خورده از شیری مادر پخته تر شیر هایمی نیست. برای همین ما بسیار شیری پختی مادرهای خوردگی التماس وطن احتیاط کنید تا پدر و مادر دوست دارید. استاد تشکر. استاد ارجمند پیش از همه عمری کتاب‌های پر ارزش را آرزو میکنم چون که انا همون کار و پیکاری که واقعا برای انسان عمری که داده می شود برای آن نفری هوشمند این یک قاموسی بسیار بزرگ است که تواند آن عمری داده خداوند را صرف آن کاری کند که کاری ماندگار باشد. استاد واقعا یک کاری را انجام دادند و این کارهایشان، این عملهایشان، این سرودهایشان استاد عمری جاودانه میبخشد. به شما پیش از همه استاد 100 ساله ها عمر آرزو میکنم همیشه باشید استاد. با تمام کارگراتان با تکرار شدن از دربان تا سربانه همه کتابه تنی صحت، خاطر جمع، دل بیغم، عمری با برکت میخواهم. نه اینکه 23 30 40 50 سالگی به خدا خواهد برنامه ها کنید. باشید همراه باشید. همراه باشید. تشکر استاد. این برنامه در صحبتی صاحب دلان بود با یک نفر صاحب دلی واقعا هم که به دلهای همه ما شادی و سرور میآورد. استاد ارجمند جوری بیگ مرادوف. خیر خانه‌تان آباد باشد.